علائمی وجود دارد که افغانستان از یک تاریکی بیرون شده. از جنگ و سرکوبی 30 ساله بهبود یافته و یک دموکراسی جدید جانشین آن می شود. اما این کشور هنوز از داخل و محاصره کشانیده شده است. جنگ با شورشیان طالب امنیت کشور را تهدید می کند و فساد اداری به سطوح بالایی حکومت رسیده است. رقم اعتیاد در بین زنان و اطفال افزایش می یابد و تجارت غیرقانونی رونق بیشتر می یابد. مقدار کش در افغانستان ترسناک است، واقعا وحشتناک است. هیچ کشور در جهان هیچگاه به این مقدار مواد مخدر تولید نکرده است. در قلب بحران افغانستان یک محصول زراعتی قرار دارد که به مقابل خشکسالی مقاومت دارد و در حالی که دهقانان فقیر را با افراطیون و جنایتکاران پیوند می دهد، کشور را به سرحد بدبختی نزدیک می سازد. در محله در سرحد شرقی افغانستان با پاکستان، یک دهقان حاصلات خود را در تاریکی شب به یک قاچاقبر تحویل می دهد. از اینجا جریان جهانی عواید غیرقانونی مواد مخدر به ارزش سالانه 4 میلیارد دلار برای افغانستان آغاز می‌یابد. قبل از سال 2002 کشت کوکنار قانونی و برای دهقانان پرمنفعت بود. حاصل آن 10 برابر سایر بذرها عاید داشت. کوکنار منبع اصلی هیروئین و یکی از پرمنفعت ترین صادرات افغانستان تبدیل شد و تا کنون همین گونه است. از سال 2002 به این طرف کشت کوکنار ممنوع شده است. ولی هنوز هم در مناطقی که حکومت کنترل کمتر بر آن دارد ضرر می شود. جامعه بین المللی به رهبری ایالات متحده و بریتانیا صدها میلیون دلار در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مصرف رسانیدند، عمدتاً به این لحاظ که تریاک به شورش طالبان کمک می نماید. زمانی که گروه‌های مبارزه با مواد مخدر افغان مزارع کوکنار را در مناطق مثل هلمند محو می نمایند، تنها جنایتکاران نیستند که صدمه می بینند. ولی مات کلا ملل متحد هلمند را مرکز قاچاق کوکنار می شمارد که بیش از نصف تریاک جهان را فراهم می نماید. اما اکثر دهاقین این منطقه خشخاش را منبع رزق خود دانسته و محو آن را توسط حکومت خودشان به حیث یک جزا می شمارند. غنم کس نام کرد ملا د برمو بودی د باولی بودی بل شی ولا کدا کدر کی جوړی چې خپل عیال په وچلو دولت ولا کدا کدر کی شی چې دولت راغلی ولا کې وستل راکړي یا ولا کدر نور په خدمت راته کړی پر هر یو باندې لا کدر سدیه لا کدر دوه لا کاوانی پر باندې سدیه دوه لا کاوانی تر دغه تیر په بشي جوړیږي دغه سدیه ستاله کې چې افغانستان قرار شپه نه دی